همه ما یه سری ایده داریم که نمیتونیم اونا رو پیاده سازی کنیم. چرا؟ چون مثلا اون ایده‌ای که من دارم در این سازمان یا این شرکتی که من کار میکنم یا در اجتماعی که من هستم، مسئولیتش از عهده کس دیگه‌ای برمیاد. یعنی من قدرت کافی رو برای پیاده کردن ایده های خودم ندارم. اگر فکر میکنی که در اینجا باید دست از کار بکشی و بیخیال اون ایدت بشی، سخت در اشتباهی. چرا؟ چون من میخوام 8 تا قانون رهبری بدون قدرت رو به تو توضیح بدم که با استفاده و به کارگیری از این 8 تا قانون میتونی ایده خودت رو پیاده سازی بکنی. پس با من همراه باش. درود به همه شما همراهان عزیز استدیو خرد. با اولین قسمت از مجموعه رهبری بدون قدرت در خدمتتون هستم و در این قسمت میخوام قانون اول و دوم رهبری بدون قدرت رو بهش بپردازم. رهبری بدون قدرت در کتابی که مقابل من هست نوشته کیت فراتزی 8 قانون داره و در این قسمت به قانون اول و دوم میپردازیم. در قسمت بعد قانون سوم و چهارم، پنجم و ششم و هفتم و هشتم، مجموعاً 4 قسمت. سعی میکنم کوتاه و مختصر توضیح بدم و عذرخواهی میکنم و منبع من در این صحبت ها همین کتابه. یه سری توضیحاتم خودم بهش اضافه میکنم، ولی منبع اصلی من کتاب رهبری بدون قدرته. خب بریم سر اصل مطلب. قانون اول رهبری بدون قدرت میگه تیم خود را تشکیل دهید. حالا تیم خود را تشکیل دهیم یعنی چی؟ میریم جلو بهتون توضیح میدم. میگه که اجازه ندهید که قدرت شما تحت تاثیر موقعیت شما باشد. یعنی چی؟ یعنی من اگر یه کارمند ساده ام، اجازه ندید اندازه یه کارمند قدرت داشته باشم. خودم به خودم نباید اجازه بدم که اندازه یه کارمند قدرت داشته باشم. در چه صورت؟ در صورتی که من پشت کار و تلاش داشته باشم و واقعا ایده‌ای داشته باشم که حالا 50% 60% بهش اطمینان داشته باشم که این ایده ممکنه مفید بوده باشه. پس نذارم شرایط زمان و جبر زمان و مکان من رو محدود بکنه. قدرت شما به عملکردتان بستگی دارد و نه به موقعیت و نقش شما. میگه که قدرت ما به میزانی که ما تلاش میکنیم و به میزانی که ما عملکرد و کارایی داریم بستگی داره. خیلی هستن افراد باهوشی هستن با ایده و ایده‌های خیلی جذاب و فکرهای واقعا بزرگ، ولی متاسفانه اون ایده ها رو فقط پیش خودشون نگه میدارن و ارائه نمیدن، یا و یه جورایی میشه گفتش که هم افزایی نمیکنن با بقیه. حالا راجع به هم افزایی هم توضیح میدم. میگه منظورم از تیم شما همه کسانی است که حضورشان به شما کمک میکند در دستیابی به مأموریت و اهداف حیاتی. مثلا من کارمند یک اداره هستم، کارمند یک سازمان هستم یا یک شهروند معمولی هستم. حالا من راجع به کارمندا که یه خورده طبقاتی تره توضیح میدم. شهروند معمولی هم میتونه از این موضوع استفاده بکنه. من حالا یک مثال هایی رو هم تو این کتاب زده که اونا حالت داستانی داره و بخوام خدمتتون عرض کنم طولانیه. من در این قسمت 65 صفحه از کتابو میخوام خلاصه وار بهتون بگم و تایم ویدیو نباید زیاد بالا بره، واسه همین از اونا چشم پوشی میکنم که تو هر کدوم اونم نکات مثبت و نکات خوبی هستش که اگر بخونید که چه عالی. هر محل کار از سیاست‌های اداری رنج میبرد. قطعا همینطوره. راه حل این است که تیمی را که خودتان ساخته اید رهبری کنید. هدایت دیگرانی که لزوما به شما گزارش نمیدهند به عبارت دیگر رهبری بدون قدرت. یعنی چی؟ من وقتی میگم تیمم منظورم از رفیقام نیست، منظورم از زیر دستام نیست، منظورم از تیم کاری که به صورت به صورت بوروکراتیک، به صورت سیستمی در اختیار منه، منابعی که در اختیار منه نیست. در این قسمت که میگه تیم خود را تشکیل دهید، بیشتر منظورش اینه که من مثلا میگم فرضاً من میخوام یک قسمتی رو تحول توش ایجاد کنم، یک ایرادی رو توی قسمت میبینم، اما خب کنترل اون بخش دست من نیست. میگه که آقا پل بزن رایزنی کن و به اون مدیره که به کسی که اون قسمت ازش برمیاد به اون وصل شد. به صورت خلاصه بار شما باید متوجه شوید که برای هر هدفی که دارید، برای هر پروژه یا مأموریتی که دارید، مسئولیت رهبری گروه بسیار گسترده تری از افراد نسبت به اعضای رسمی تیم خود را بر عهده دارید. هرچه مأموریت بلند پروازانه تر،
این گروه گسترده تر. خب مثلا کسی که میخواد رئیس جمهور بشه باید رایزنی‌هاش بسیار گسترده تر باشه. چرا؟ چون اون ایدهشو راجع به یک کشور داره، در سطح کشور ایده داره و باید با افراد زیادی کانال بزنه. یه کسی که میخواد وزیر بشه همینطور، یه کسی که حتی شاید هم نخواد وزیر بشه یا رئیس جمهور بشه ولی ایدهش در حد یکی از توانایی های یک وزیر یا رئیس جمهور یا رئیس کل یک اداره برمیاد، باید به همون میزان رابطه و رایزنی هاشو بیشتر بکنه. حتی با کسانی رابطه بگیره که از اونا شاید به ظاهر متنفر باشه یا یک برداشت هایی رو، قضاوت هایی رو از دور راجع به اونا داشته باشه. یعنی توانایی برقراری ارتباط با دیگران در این زمینه، در زمینه تشکیل تیم، خیلی مفید و موثر. مهمترین افرادی که در حال حاضر به شما در دستیابی اهدافتان کمک میکنند صرف نظر از تیم بندی سازمانی شما چه کسانی هستند. یعنی من نوعی باید هدف و تارگتم رو در نظر بگیرم، بگم خب برای رسیدن به این هدفم چه کسانی کمک از دستشون برمیاد، باید همون افراد رو در تیم خودم بیارم، تیمی که هیچ جا نوشته نشده، تیم نانوشته، تیمی که در ذهن منه و یک گروه دوستی با اونا تشکیل بدم. دوستی نه به معنای چاپلوسی و تملق، به معنی حرکت به سمت یک آینده و یک هدف بهتر، یک آینده ایدئالتر و یک هدف مقدس. حالا مقدس به معنی معنوی نه، مقدس به معنی اینکه اون هدف راستین و پاک و با حسن نیت و صداقت پیش برم. میگه تلنگر ارتباطی اولین گام در روند هم‌افزایی و ارتقای مشترک است. یعنی چی؟ یعنی من به صورت همین چیزی که گفتم، به صورت صادقانه از افراد کمک بگیرم و واقعا به اونا هم افزایی کنم. یعنی چی هم افزایی؟ یعنی که من مثلا اگر به یک مدیر یک بخشی من اطلاعاتی راجع به اون بخشش دارم، بهش کمک بکنم که مشکل اون مدیرم حل بشه و به صورت ناخودآگاه اون مشکل اون مدیر که حل بشه، خب اون هم اگر جایی من ازش کمک بخوام و لازم به کمک اون باشه یا ایده اون داشته باشه، اون هم به من انتقال میده و با هم اصطلاحاً میگن هم افزایی. شما یک گروه دوستی رو در نظر بگیرید، مثلا وقتی که طبق چارت سازمانی یک مسابقه رو شما در نظر بگیرید، من رئیسم، این معاونمه، این شخص کارمند معمولی به من میخوام مسابقه بذارم که این مسئله رو تیم ما حل میکنه. خب کامپیوترها جلومون آماده، 1 2 3 حرکت میکنیم. خب این چون همدلی بینمون نیست، قطعا تایمم بالا میره در انجام اون کار، یا شاید اصلا نتونم کار انجام بدم. ولی حالا در نظر بگید من رئیس حذف شم به صورت فیزیکی و اون کارمندان بخوان کار انجام بدن. اون کارمندا اگر با هم دیگه هم افزایی کنن، به هم دیگه کمک کنن، دوستانه صادقانه دست هم دیگه رو بگیرن، مشکل رو زودتر حل میکنن. حالا این رئیس که نمیشه به صورت فیزیکی حل کرد. میگه شما با اگر ایده داری در زمینه کاری خودت، با رئیست هم افزایی کن، با بالا دستید یا حتی پایین دستید. بعضی موقع غرور و تکبر آدم باید بذاری کنار، واقعا با خرد و بدون غرور و صادقانه پیش بره و این موضوع حتما جواب میده. اینجوری نیست بگی اون فرد خیلی فرد بدعنقیه، بدذات، اصلا من سمتش نمیرم، مطمئن هستم که اون به من دست رد میزنه. در صورتی که همه ما انسانیم، همه ماها یک جایی تلنگر میخوریم حتی اگر در اشتباه باشیم. میگه از ساده ترین جا شروع کنید. فردی را پیدا کنید که به نظرتان در هم افزایی تجربه مثبتی با او خواهید داشت. میگه تجربه نشان داده است که وقتی ابتدا با افراد مثبت و موافق شروع کنید، مقاومت کنندگان نیز بعد از دیدن نتایج به شما میپیوندند. میگه که شما وقتی یک ایده رو داری در یک سازمان یا یک شرکت، وقتی اون ایده رو، خب یه سری مخالفینی داره، یه سری موافقین. شما اگر نیاز به اون بعد اینکه تیمت رو تشکیل دادی، یعنی فهمیدی کیا لازمن تا تو ایده رو بتونی پیاده بکنی، از اون افراد اون تیم از کسی شروع بکن، باش هم افزایی کن که هم موافق تو باشه، لااقل ایده تو رو قبول داشته باشه. میگه تجربه نشون داده وقتی شما با یک آدم موافق شروع میکنی و با هم افزایی میکنی، کار که شروع میشه، به قولی سختی شروع کار که پایان میرسه و کار میره جلو، بقیه افرادم تشویق میشن که به شما بپیوندن. میگن او حتما یه کاری هست دیگه، یک کار خوبی داره انجام میشه، ما هم بپیوندیم بهش. حالا اینا مصداق‌های گوناگون داره، من سعی میکنم مصداق نزنم
مثال نزنم که حواسا پرت نشه به سمت اون مثال. هر کس بر اساس مشکلی که داره و ایده‌ای که داره خودش رو در جایگاه های شخصیت های این افراد قرار بده. میگه اولویت های خود را بررسی کنید، از اولویت مهمتر شروع کنید. خب بله، حتما اون قورباغه‌ای که بزرگتره رو آدم باید اول قورت بده. یعنی اگر ما اولویتی داریم، اولویتی که مهمتره، که ما تمام تلاشمون میکنیم برای اون مهمترین چیز و بعد به سمت عقب برگردیم و دیگه مشکل بزرگه که حل شد دیگه پیش بریم و به سمت مشکل‌های کوچیک‌تر و ایده‌های کوچیک‌تر به اونا بپردازیم. ما در طول روز با افراد خارق العاده‌ای برخورد می‌کنیم که می‌توانند بازی ما را ارتقا دهند و ما را در دستیابی به اهدافمان کمک کنند. ما باید این افراد رو بگیریم و به تیم خودمون اضافه کنیم. وقتی عملکرد یک نفر از ما مانع پیشرفت گروه است، باید همان کاری را انجام دهید که هر رهبر خوبی انجام میدهد و در واقع باید اون رو هدایت کنید. یعنی وقتی یک نفر مخل میشه، مانع پیشرفت میشه، چه از عمد و چه از روی سهو، باید اون فرد رو به صورت چکشی باش برخورد نکنید. باید کمکش کنید، آگاهی بهش بدید و ریشه تمام کارشکنی ها و تنبلی ها به نظر من یکی از دلایل مهمش ناآگاهی فرده و وقتی آگاهی بدیم میبینیم که خیلی راحت مسائل حل میشه. همه ما پروژه‌ای داریم که اونو به تعویق میندازیم و در حال معطل کردن کاری هستیم. درست است؟ آیا از شکست میترسیم یا اینکه نمیدونیم از کجا شروع بکنیم؟ میگه احتمالاً مشکل چیز دیگری است، بلکه یک کسی است. احتمالاً او حساسیت‌های شما را به خوبی درک کرده و یا شما حساسیت‌های او را. خب از همین مسئله برای بهبود روابط استفاده بکنیم. بله، ما تو مثلا فرض بگیرید توی سازمانی هستیم، میخوایم کاری رو شروع بکنیم، مشکل از ما نیست، مشکل از اینه که اون فردی که مقابل ما قرار داره، اون مثلا میاد آقای ایکس که رئیس منه یا زیر دست من یا یک همکار من در یک بخش دیگه است، میدونم که اون اصلا این ایده خوشش نمیاد. پس این نشون میده که من از اون شناخت دارم که میتونم بفهمم که اون از ایده من خوشش میاد یا نمیاد. پس میگه تو از همین شناخت در راستای استفاده بکن که با اون ارتباط برقرار کنی. بشین و علایقشو بسنج تو ذهن خودت و با استفاده از اون اطلاعاتی که داری سعی کن بهش نزدیک بشی و وقتی صادقانه پیش بری، خب اون هم با شما همکاری میکنه و با هم افزایی خواهید کرد. قانون قدیمی کار این بوده که میگه تیمتون محدود به کسانی هستند که ازت حقوق میگیرن و بهت گزارش میدن. اما قانون جدید کار چی میگه؟ میگه که تیمتان متشکل از همه افراد در داخل و یا خارج از شرکت هست که برای دستیابی به پروژه یا هدف شما مهمن. یعنی چی؟ یعنی افراد هر کجا که باشن تیم شما محسوب میشن. حتما نباید از تو دستور بگیره یا به شما گزارش بده یا برعکسش باشه. میتونی با کانکت بزنید و کانال بزنید با افرادی حتی خارج از سازمان یا نهاد یا ارگانی که توش کار میکنید و مدیران موفق و افراد موفق این خصوصیات رو دارن. همشون از اول قدرتمند نبودن، بعضا میبینی از پایین ترین سطوح به صورت دفعی به لول های بالا کشیده شدن. حالا بجز پارتی بازی اونا رو فاکتور بگیری، کسایی که واقعا بر اساس شایسته سالاری بالا بیان همچین خصلت هایی رو دارند. قانون قدیمی کار میگه روابط حرفه‌ای به طور طبیعی در طول روز اتفاق میافتد بدون تلاش هدفمند و توسعه یافته. میگه که آقا ما هر صبح پا میشیم میریم سر کار، به صورت طبیعی خب یه سری آدما رو میبینیم و باهاشون روابط کاری برقرار میکنیم. اما قانون جدید کار طبق همین 8 قانون رهبری بدون قدرت میگه که روابط حرفه‌ای بین اعضای یک تیم باید پویا باشد. این امر یک ظرفیت جدید برای همکاری و بهره‌وری است که برای انجام سریعتر کارها بسیار مهم است. میگه که خب خیلی واضح بود، نیاز به توضیح نداشت. اما قانون دوم رهبری بدون قدرت میگه بپذیرید که همه چیز به خودتان بستگی دارد. خب این یک جمله کلیه. میگه من باید بپذیرم که همه چیز به خودم
بستگی داره. ولی آیا واقعا من به این موضوع اعتقاد و ایمان دارم که واقعا همه چیز از به خودم بستگی داره و برای حل کردن یک موضوع خودم به تنهایی کافی هستم؟ شاید قدرتشو نداشته باشم، ولی اگر من بخوام قطعا میتونم یک کاری رو انجام بدم. همه ماها یک جاهایی یک برگ‌های زرینی از زندگیمون رقم خورده که بشینیم فکر کنیم بهش میرسیم که فلانجا اصلا من هیچ قدرتی نداشتم ولی نکن با این همکاری کردم، با اون همکاری کردم، اونم با من همکاری کرد، فلان حرکت رو زدم و به سرانجام رسوندم اون ایدمو، دمم گرم. این همون جاییه که این معنی به اون مربوط میشه که میگه قبول کنید همه چیز به خودتان بستگی داره. چطور اونجا تونستی اینجا نمیتونی؟ خیر، اگر شما یک بار بتونی یک کاری رو انجام بدی 1000 بار هم میتونی انجام بدی. یا حتی اگر هم تجربهشو نداشتی حتما به این جمله واقف نبودی که همه چیز به خودت بستگی داره. رهبران نوآور به طور طبیعی با انجام دادن یاد میگیرن، یعنی در واقع از طریق تجربه میآموزند. این بدان معناست که آنها از امتحان کردن راه‌های جدید نمی‌ترسند. آنها از راه‌هایی که جواب می‌دهد و به خصوص از راه‌هایی که جواب نمی‌دهد یاد می‌گیرند. هر اتفاق تازه‌ای برای یک فرد مبتکر یک درس تازه است. بسیار واضح. هر فرد اگر انسان بروز آپدیت و مبتکری باشه از اشتباهاتش درس میگیره و از پیروزی‌هاش هم درس میگیره. تنها تفاوت پیروزی و شکست اینه که ما به اون هدفمون میرسیم یا دیرتر میرسیم. شکست به معنی این نیست که من به اون هدفم نمیرسم، فقط یک ترمزه. شاید شکست یک اخطار باشه برای اینکه بدانی آقای ایکس اینجای کارت اشتباه بود و ازش درس بگیری و پیش بری. اصلا نباید وارد پروسه کنار گذاشتن یک کار، افسردگی و از این داستان ها بشیم. حالا یک فردی بوده به اسم زینا، اینجا مثال زده چون حالا یه خورده لازم دونستم که برای فهم بهتر این مطلب این داستان رو براتون تعریف میکنم. زینا یک فردی بوده که در قسمت مراقبت های ویژه بیمارستان پزشک بوده. همکارش، خب این تازه جدید الاستخدام بوده، همکارش بهش میگن که زینا حداقل 5 سال وقت لازمه که تو ارتقا پیدا بکنی و به اون قسمت که مد نظرت مدیر بشی و دسترسی داشته باشی به همه کارمندهای زیر دستت. حالا مشکل چی بوده؟ مشکل این بوده اون فردی که مسئول خرید بوده در اون بخش مراقبت های ویژه مثلا لوازم پزشکی رو به موقع نمی خریده و بعضی موقع مثلا بخش مراقبت های ویژه مجبور می شده به صورت اورژانسی از بیمارستان های اطراف مثلا درخواست کنی که یه سری از لوازم رو در اختیارش بذارن. خلاصه خلل ایجاد می شده در خدمت رسانی به بیماران. مشکل رو زینا کجا دیده؟ مشکل رو زینا در اونجا دیده که حالا بهتون تعریف میکنم. میگه زینا در 31 سالگی احساس میکرد که آمادگی انجام کارهای بزرگتری را در حرفه پزشکی داره. خب هدفش این بوده که حالا اینجا نویسنده کتاب کیت فراتزی داره با زینا مصاحبه میکنه. زینا یکی از کسایی بوده که برای مشکلش به کیت فراتزی مراجعه کرده. میگه کیت میگه اون به من گفت هدفم این است که تغییری در سیستم مدیریتی بیمارستان ایجاد کنم. آن هم نه فقط در بیمارستانی که در آن مشغول هستم بلکه در تمامی بیمارستان ها. من میخوام تفاوتی واقعی در نحوه برخورد با بیماران ایجاد کنم. یعنی یک کارمند، یک پزشکی که در یک قسمت کوچک در یک بیمارستان کار میکنه هدفی رو داشته که از دست وزیر بهداشت اون کشور برمیاد یا از دست یک رئیس بیمارستان گردن کلفت اون شهر برمیاد، نه از یک پزشک ساده. میگه به زینا گفتم کیت میگه به زینا گفتم خیلی خوب بیا در مورد چگونگی انجام این کار در 3 سال صحبت بکنیم. کاری که قرار بوده تو 5 سال انجام بشه گفته خب بیا تو 3 سال انجامش بدیم. زینا هم تعجب میکنه و میگه نه مگه میشه و اینا. میگه من همیشه ایرادهای از این قبیل میشنوم که ایده های شما در صنعت ما کارایی ندارد. یعنی افرادی که بهش مراجعه میکنن میگن که اصلا این چیزایی که میگی همه حرفه، در واقعیت جایگاهی نداره، یا شما نمیدانید که ما چه کارهایی در اینجا انجام میدهیم. این حرفها کاملا مزخرف است. کیت
میگه واقعیت این است که سازمان هایی که پنهان ترین و سلسله مراتبی ترین فرهنگ ها را دارند نیاز مبرمی به رهبری تحول آفرین دارند و بیمارستان ها مثال بارز این قضیه هستند. سلسله مراتب این همین، حالا بقیه‌شو هیچ. میگه بیمارستان هم خیلی سلسله مراتبیه و به یک رهبر تحولگر نیاز داره. میگه پس از نیم ساعت صحبت با زینا مطمئن شدم که او آماده است تا تأثیر فوق‌العاده‌ای در بیمارستان بگذارد. میگه ابتدا از این که اون به هدفش چقدر ایمان داره مطلع شده آقای کیت. میگه او اعتماد به نفس، اشتیاق، هوشمندی و انرژی لازم را برای یک رهبر استثنایی از خودش نشان میداد. از اینا پرسیدم اگر میتوانستی عصای جادویی را تکان بدهی عملکرد چه کسی را در بخش خود بهبود میبخشی؟ چه کسی اگر عملکرد بهتری داشت بیشترین تفاوت در اورژانس ایجاد میشد؟ او بدون معطلی یک پرستار به نام دوون را اسمش آورده. گفته این دوون اگه کارش درست انجام بده خیلی به کار من کمک میکنه. وظیفه سفارش دادن لوازم پزشکی برای اورژانس رو به عهده داره، همون دوونی که قبلا خدمتتون عرض کردم. میگه به زینا پیشنهاد دادم راههایی برای کمک به دوون در جهت بهبود عمل کردهش در تأمین اورژانس در نظر بگیرند. به او گفتم اگر بتواند به بهبود این مسئله کمک کند احتمالاً بر مراقبت از بیماران تأثیر می‌گذارد. این شروع خوبی است و همچنین یک تمرین عالی برای رهبری محسوب می‌شود. میگه که بهش گفته که برو با دوون صحبت کن. خب قطعاً زینا گفته که نه، دوون آدم به قول خودمون گوش تلخیه، نمیشه باش صحبت کرد، نمیپذیره، 25 سال سابقه کار داره، من نمیتونم بهش این حرفو بزنم، من یه آدم 2 سال سابقه‌ام و از این جور صحبت ها. میگه که به آرامی گفتم زینا مشکل اینجا دوون نیست، مشکل خودت هستی. یعنی دقیقاً مربوط به همین موضوع که میگه مشکل از خود ماست، یعنی بپذیریم که همه چیزمون رو به خودمون بستگی داره، همه چیز به خودمون بستگی داره. پزشک اینجا حالا کیت میاد این موضوع رو به این پزشک انتقال میده. میگه او حالت تدافعی به خود میگیرد، او همیشه وقتی کسی چیزی بهش میگوید این کار را میکند. کیو میگه؟ دوون رو میگه. میگه آدم گوش تلخیه، همش حالت تدافعی میگیره، هر کی بهش هر چی میگه قبول نمیکنه. میگه راستش رو بخوای من به دوون اهمیتی نمیدم، بهتر است روی خودت تمرکز کنیم. اگر میخوایی منتظر بمانی تا بقیه تغییر کنند بهتر است شغل خود را به حالت تعلیق در بیاوری و از عملکرد ضعیف برای بیماران خود صرف نظر کنی. اینو کی داره به چیز میگه؟ به زینا میگه. من از این قبیل حرفها زیاد شنیدم که آنها اصلا به من گوش نمیدهند، تلاش من هرگز جواب نمیدهد. این کارمندای دونپایه همیشه میگن که آقا این مدیرا به حرفای ما گوش نمیدن، یا این همکارم که هم سطح منه یا حتی سطحش پایینتره به صرف اینکه در تیم من نیست از نظر اداری و طبقه بندی سازمانی از من فرمان پذیری نداره و به حرفم گوش نمیده. میگه این یک بهانه معمول برای عدم پیشروی رهبری و مدیریت است. یعنی عموما این بهونه رو میارن، ولی اگه شما بخوای یک مدیر و یک رهبر خوب بشی باید بتونی از افرادی که از تو دستور نمیگیرن با اونا رابطه برقرار کنی. من این هنر نیست که من اول به قدرت برسم بعد تحول آفرینی کنم. شاید این یک خصلت خوب باشه ولی یک هنر نیست. هنرمندی اینه که شما بتونی کانال بزنی و بدون قدرت بتونی اون ایده هاتو پیاده سازی بکنی. میگه در اینجا فقط لازمه که اون زینا بپذیره که همه مشکل از خودشه و مشکل اصلی و گره اصلی داستان خودشه و باید با خودش حلاجی کنه و بره به سمت دوون برای تغییرش. میگه به زینا گفتم که احتمالاً دوون خودش به خوبی میداند که مشکلی دارد. این احتمال هم وجود دارد که او مشکل خود را به تنهایی حل کند، حتی اگر نمیداند چگونه. شاید او در تلاش باشد تا مشکل خود را حل کند، اما عوامل دیگری در این کار نقش دارند. البته میتوان این فرض را هم در نظر گرفت که دوون احساس راحتی نمی کند
از کسی کمک بخواد، شاید هم از خطر آبرویش است. بله، مگه میشه من تو بخشم مشکل باشه خودم خبر نداشته باشم؟ قطعا خبر دارم. حالا دلیلش یا عدم توانایی منه یا عدم توانایی در کمک خواستن از دیگرانه. یعنی من بعد 30 سال سابقه من بیام از یک کارمند 1 سال سابقه کمک بگیرم؟ خب اگر این رو در نظر بگیریم میشه به اون فردم حق داد که روش نمیشه بیاد، کارش اشتباهه ولی روش نمیشه. ولی وقتی شما به سمتش بری، دوستانه صادقانه بری، بدون تحقیر بدون تعصب سمتش بری و واقعا اون فرد بپذیری که شما نیتت فقط کمک کردنه و تخریب نیست، میپذیره صحبت شما را در اکثر موارد. توصیه من این بود که زینا بیشتر دوون رو بشناسد و اجازه دهد که دوون هم زینا رو بشناسه. یه بار دیگه میگم، دوون کیه؟ دوون یک فردی که مسئول خرید یک بخشی از بخش مراقبت های ویژه است. حالا زینا که زینا یک پزشکه ولی با سابقه پایین، یعنی یه جورایی همسطحن، شاید زینا بالاتر هم باشه ولی چون اون بخشش قدیمی تره، 25 سال هم سابقه داره، از زینا حرف شنوی نداره. او باید پیش‌فرض‌های خود را در مورد او کنار بگذارد تا بتواند بفهمد چه چیزی برای او در محل کار و زندگی شخصی مهم است. یعنی زینا باید بیشتر دوون رو بشناسه تا بتونه بهش نزدیک بشه. میگه که بهش گفتم که بیشتر دورش بچرخه، بیشتر بشناسه دوون رو. در مورد دوون کاملا مطمئن بودم که تا زمانی که او و زینا رابطه صمیمیتر از رابطه فعلی ایجاد نکنند، از اعتماد کردن به زینا احساس امنیت نمی کنند. به زینا گفتم یکی از راه‌های آسان برای تشویق او این است که در حین همکاری و کمک به یکدیگر پیشرفت‌های خود را جشن بگیرید و کارهای مثبتی که او انجام می‌دهد بهش واکنش نشون بدی و تشویقش کنی که آفرین تو این کارو کردی، دمت گرم، عجب بلدی. هندونه الکی نه، هندونه واقعی بگی زیر بغلش. میگه بعد از اینکه ایده های خود را در مورد بهبود عملکرد اورژانس به راحتی مطرح کردید، میتوانی از او نظرات شخصیش را بخواهی تا به تو در رشد و پیشرفت حرفت کمک کند. به او بگویی چه مشکلاتی داری و از او در مورد چگونگی حل آنها کمک بخواهی. این یه تکنیک برقراری رابطه با افراد گوش تلخ، افرادی که گارد دارن نسبت به شما. اینی که اول من مثلا میخوام به ایراد تو رو بهت بگم، ولی من میگم ببین من این ایراد دارم، میتونی به من کمک کنی؟ وقتی که این گارد رو من باز میکنم، طرف مقابلم هم گاردش رو باز میکنه و با هم به یک تعاملی میرسیم. میگه به او بگو چه مشکلاتی داری و از او در مورد چگونگی حل آن راهنمایی بخواه. یکی از اهداف هم‌افزایی و ارتقای مشترک ایجاد فضای باز بین شما و دعوت به رشد و پیشرفت با یکدیگر است. میگه من و زینا ماه‌های بعد در تماس بودیم. یعنی زینا این کارو کرد، مشکل با دوون رابطه برقرار کرد، رابطه کاری صمیمانه، و خب مشکلات اورژانس هم قطعاً به تبع اون حذف شد. دوون هم از تجربهش استفاده کرد، به زینا کمک کرد و با هم شروع کردن هم‌افزایی. من و زینا ماه‌های بعد در تماس بودیم. کیت که درمانگر بوده یه جورایی اینجا، یعنی مشاور بوده. من و زینا ماه‌های بعد در تماس بودیم و او خبرهایی داد در مورد پیشرفت خودش. او به خوبی به این نکته توجه داشت که این وظیفه اوست که با دوون ارتباط برقرار کند و درک کرد که همه چیز به خودش بستگی دارد. رفته رفته گفتگوهای زینا و دوون بیشتر شد. آنها با گذشت زمان ایده های زیادی را بررسی کردند. دوون با سوالات ساده زینا به خود آمد و برای مشکلات تأمین موجودی اورژانس راه حل های ارائه کرد. طولی نکشید که کمبود عرضه در اورژانس به خاطر ما پیوست. یعنی مشکلی که زینا میخواست حلش کنه کاملا حل شد، در صورتی که نه قدرتی داشت، نه اون فرد از اون شخص حرف شنوی داشت، نه با زیراب زدن و اینا کارش راه میافتاد. که زیراب زدن یه جورایی بزدلانه ترین کاره. یعنی که برام زیراب یکی پیش مدیر بالا دستیش بزنم یه جورایی آره میشه گفت بزدلانه است. یعنی من شهامت ندارم که مقابل طرف وایسم میگم آقا مشکل اینه، یا اینکه باش ارتباط برقرار بکنم. ساده ترین راه اینه که من برم زیرابشو بزنم و بعضی موقع در سطوح بالاتر اصلا زیراب زدن امکان پذیر نیست. پس راههای پیشرفت اون راههایی نیست که
ما میدونیم با زیراب زدن و این دیگری رو پله کردن و این داستان نیست. راههای سالم پیشرفت این راههایی که دارم خدمتتون عرض میکنم. زینا از حمایت دوم بهره میبرد. دوم نقش مربیگری زینا را بر عهده داشت و زینا نیز متوجه بود که این موضوع از این رو کمتر متوجه این موضوع بود و از این رو کمتر تدافعی عمل میکرد و بیشتر پذیرای دیگران بود. خب اینجا هم دیگه چیزی نداره. میگه که آخرین باری هم که کیت با زینا صحبت میکنه، زینا بهش میگه که من در عرض 2 سال ارتقا پیدا کردم و به اون پستی که حالا توانایی های منو در کنترل بیمارستان افزایش میده به اون پست رسیده. میگه 6 تا بهونه مرگبار وجود داره. میگه از این 6 تا بهونه باید اجتناب کرد. بهونه اولی ناآگاهیه. حالا ناآگاهی چیه؟ میگه حالا این از داستان زینا کمک میگیریم برای توضیح ناآگاهی. زینا تا قبل از اینکه متوجه شود میتواند در شغل خود یک رهبر باشد فکر میکرد که با وجود مشکلات بخش اورژانس میتواند بشیند و کاری را انجام ندهد. یعنی از این قانون ها من ناآگاه هستم، من نمیدونستم، یک بهونه میارم که نمیدونستم این داستان هستش. و باید هر فردی که کار میکنه باید وجدان کاری داشته باشه. مثلا اگر مشکلی در یک بخشی وجود داره به خودش بگیره آره درسته مشکل از من نیست ولی در بخش منه، من باید در راستای حل اون مشکل یک قدمی رو بردارم. اگر من بر ندارم پس کی میخواد حل کنه؟ اون فردی که مسئولشه نمیفهمه، من میفهمم و کاری نمیکنم. ولی در دو صورت ما چه فرقی با هم دیگه داریم؟ اگر وجدان کاری داریم، اگر فکر میکنیم که میتونیم تاثیرگذار باشیم، این یک وظیفه انسانی ماست که باید تاثیرگذار باشیم. بهونه دوم تنبلیه. البته بهونه دوم بهونه نمیشه گفت، تنبلی خود تنبلیه. میگه که ما یه ایده هایی رو داریم ولی میترسیم از عملی کردنش. ترسمون هم از روی عدم توانایی نیست، از روی تنبلیه، از روی من این ایده دارم ولی اگه واقعا بخوام اینو اجرا کنم باید چند شبانه روز از خوابم بزنم، باید بشینم مطلب آماده کنم، باید بشینم فلان کار رو انجام بدم. خیلی از ماها همین برنامه من یه ایده بود، الان من دارم میسازم این برنامه رو، یه ایده است، حالا مخاطب داره یا نداره. خب اگر من این ایده رو در اینجا نگه می‌داشتم الان مقابل شما نبودم. پس آدم باید تنبلی رو بذاره کنار و ایده‌هاشو عملی کنه، حالا اون ایده یا درسته یا اون ایده اشتباهه. بهانه شماره سوم میگه که احترام و ملاحظه. من به خاطر احترام به فلان مدیر و به خاطر ملاحظات اداری که آقا به تیریج قبای فلانی بر نخوره مشکل بخششو بهش نمیگم. چرا؟ چون رفیقمه، چرا؟ چون هم دورمه، هم سطحمه، یا هزار داستان دیگه ای. چرا؟ چون پیرمرده، چرا؟ چون مثلا عالمه. اصلا ربطی نداره. اگر مشکلی وجود داره ما باید احترام، در نهایت رعایت احترام، مشکل طرف رو بهش بگیم. حالا اگر طرف بهش برخورد بر بخوره چه اشکالی پیش میاد؟ وقتی من انقدر شخصیت کوچکی دارم که یک فرد به من کاری رو که واقعا دارم اشتباه انجام میدم بهم گوش زد کنه در کمال احترام، اگر من نپذیرم خب مشکل از منه، مشکل از اون کسی که میگه نیست. من کوچکم که نمیتونم اون چیز رو بپذیرم، اون انتقاد کوچیک رو بپذیرم. این هم این مورد. و بهانه بعدی میگه ایفای نقش قربانی. ماها ایفای نقش قربانی میکنیم، ما خود قربانی پنداریم. آی دنیا اینجوریه، آی فلان، آی این اداره ما اینجوریه نمیشه کاریش کرد. اینا از اون لفظای ایرانیزه شده اون بخشی که تو این کتاب اومده. یکی از بهترین تاثیرات نگرش رهبری ابن قدرت این است که میتواند بیماری قربانی دیدن خود را در فرد درمان کند. میگه شما اگر این قوانین رو به کار بگیری دیگه اون بیماری به نام بیماری ازش یاد میکنه، ولی واقعا بیماریه. بعضیا کلا ناامیدن. در ادارجات این موضوع رو میبینیم، کلا بی حال بی انرژی میاد سر این که به حرفم در صورتی هیچ تلاشی هم نکرده. یعنی افرادی که ناامیدن هیچ تلاشی هم عموما نکردن برای ایده دادن، ایده پردازی، عملی کردن ایده ها یا انتقاد یا پیش همون کلا فقط ناامید و به قولی بیماری خود قربانی پنداری دارن. بهونه بعدی ترسه. بله مهمترین عامل در عدم پیشرفت یک فرد و عدم پیشرفت یک جامعه ترسو بودن اون فرد و ترسو بودن اون جامعه است. ترس به معنی
ترس به معانی مختلفی هست. یه موقع ترس رو میتونیم به بهانه حفاظت از خود و خانواده بگیم، پشت یک بهانه دیگری قایم شیم و ترسمون رو پنهان کنیم، ولی ترسه. در همه اینا نشأت گرفته از ترس. میگه که اگر موقعیتی شما را میترساند، احتمالاً چیزی در آن وجود دارد که شما را به رشد فرا میخواند. یعنی میگه به ترسات به این دید نگاه کن که اگر من میترسم دوربین رو بذارم جلوی خودم و از خودم فیلم بذارم و در شبکه اجتماعی منعکس کنم، میگه پشت این کار اگر من از این پله بگذرم چیزی داره که من رو رشد میده. یعنی چیزی قرار داره که من رو رشد میده، من رشد میکنم بعد از انجام و غلبه به اون ترسم. و واقعا هم در اکثر موارد همینطوره. البته ترس هایی که در زمینه مثبت باشه و بله من میترسم از ارتفاع بپرم با سر پایین، اون رو نمیگه. ترس هایی که در این کانتکست قرار میگیره که آدم میخواد رو به جلو حرکت کنه ولی میترسه. خب خیلی هم برنامه داره طولانی میشه، یه مقدار زودتر پیش میریم. بهانه شماره 6 زیاده رویه. میگه اغلب ما تمایلی به کنار گذاشتن خشم، خاطرات دردناک، رنجش یا ناامیدی خود نداریم. میگه که ماها اغلب یه بار یه اتفاقی برامون افتاده یا 2 بار یا 10 بار دیگه ول نمی‌کنیم، دیگه کلا زیاده روی می‌کنیم. آقا آی ما دیگه اینجوریم، من دیگه بد شانسم، من دیگه نمیتونم. این بهانه هم باید آدم کنار بذاره و اینکه آدم باید همیشه پیش قدم باشه. رابطه شما با شرکایتان، اینکه رابطه شما با شرکایتان موفق شود یا نه به شما و اقدامات شما بستگی دارد. به عبارت دیگر لازم نیست منتظر دیگران باشید، فقط باید شروع کنید. پیشرو باش، حرکت کن. برای اینکه میخوای ایده‌تو عملی کنی تو پیشرو باش، منتظر حرکت دیگران نباش. این گونه است که شما تبدیل به یک رهبر میشی. رهبری کردن یک گروه یا یک شخص یا رهبری کردن ایده های خودت شجاعت میخواد، عدم تنبلی میخواد، ایده نو میخواد و همه اینا رو باید داشته باشی. حق به جانب بودن هم یک مانعی هستش در این کار. یعنی که همیشه ما اصرار داریم که حق با ماست، دست برداشتن از این کار سخت است. ما موظف به دفاع از دیدگاه ها و مواضع خود هستیم، اما وقتی شما حق را به طرف مقابل بدهید به این معناست که مأموریت خود را بر درست بودن خود ترجیح دادید. یعنی چی؟ میگه من یک مأموریتی دارم، میخوام از شمایی که داری مثلا این ویدیو رو نگاه میکنی که مدیر بخش دیگه ای هستی، از شما یک خواسته ای رو دارم، اما حقم خودم میدونم با منه ها، واقعا هم میدونم حق با منه، اما شما نظرت این نیست. خب میگه اب نداره، خودتو یه جایی زیر پا بذار، اب بذار اجازه بده طرف مقابل نقدت کنه. انقدر حق به جانب نباش، انقدر قد نباش. اب نداره، بذار بپذیر ازش، بگو به عنوان نظر شما میپذیرم، آره شاید اینطوری که میگی شما باشه. یه جوری دو پهلو صحبت کن ولی در نهایت به هدفت میرسی. هدف من اینه که شما مثلا در مورد لباس پوشیدن من انتقاد داری، من از شما میخوام یه کار دیگه ای رو انجام بدی. من انتقادم رو میپذیرم، پس در نتیجه شما هم مقابله مثل میکنی، انتقادت رو میپذیری و ما با هم دیگه جوی هم افزایی زورکی میکنیم، یعنی به زور دیگه با هم ارتباط برقرار میکنیم در زمینه کاری. خب 2 تا مقایسه هم از قانون قدیمی و جدید کار و پایان خلاصه 65 صفحه کتاب رو من براتون گفتم. اگر تا اینجای ویدیو از صحبتام لذت بردید یا اصلا لذت نبردید، خوشتون اومد یا مفید بود یه دونش حتما سابسکرایب و لایک فراموش نشه که منم انرژی میگیرم، با انرژی به کارم ادامه میدم. قانون قدیمی کار چی میگه؟ میگه رهبری چیزی است که توسط شرکت یا سازمان به شما اعطا میشود. همون بوروکراسی اداری. من مدیرم، من کارمندم، بعد میشم مدیر بخش، بعد میشم مدیر قسمت بزرگتر و من میشم نهایتا مدیر عامل یک سازمان یا یک شرکت یا یک نهاد. قانون جدید چی میگه؟ میگه رهبری متعلق به همه است و یک وظیفه همگانی. یعنی همه ما وظیفه داریم رهبری کنیم. حالا به معنی این که مثلا هممون تو کار هم دیگه دخالت کنیم، هممون چی میگن تز بدیم، هممون تو کار هم دیگه اختلال ایجاد کنیم، اون معنی از رهبری که تو ذهن ماست، معنی از مدیریت که در ذهن ماست و بذاریم کنار. میگه که هممون رهبریم. یعنی چی؟ یعنی شما باید بدون در نظر گرفتن عنوان شغلی یا سطح اختیارات به رهبری تیم خود کمک کنی.
یعنی من اختیاراتم نیست این مشکلی که در یک زمینه دیگه است رو حل کنم، ولی واقعا تواناییشو دارم، ایدهشو دارم، کمک کنم به یک شخص دیگری، هم افزایی کنیم، اون هم به من کمک کنه، ایده هامون رو به اشتراک بذاریم و بهترین ایده رو برگزینیم برای پیشبرد اهداف سازمانی، ارگانی، محله‌ای، شهری، کشوری. قانون قدیمی کار چی میگه؟ میگه برای پیشرفت در حرفه خود باید آنچه را که از شما انتظار میرود مطابق با شرح وظایف انجام بدید. یعنی یه شرح وظایفی میدن، تو راننده این ماشینی، فقط همین رانندگی، دیگه به چیزای دیگه کار نشته باش. اما در قانون جدید میگه برای پیشرفت در حرفه خود باید هر کاری که لازم است برای تیم و سازمان خود انجام دهید، حتی اگر انتظار نمی رود و حتی اگر فراتر از شرح وظیفه شماست. همون وجدان کاری، مسئولیت پذیری یا شجاعت و پیش قدم بودن لازم هستش. امیدوارم که از دیدن این قسمت لذت برده باشید. قسمت های دیگه برنامه رو از دست ندید. 6 تا قانون دیگه مونده که من براتون باید توضیح بدم، همشون خلاصه ای از کتاب رهبری بدون قدرت نوشته کیت فراتزی و نوئل وریچ هستش. تا درودی دیگر، بدرود.